مثلا روم زوم کنی بوم بوم. بود کیلو زد تو برنامه. هی من چطوری؟ من سهرام. امروز اومدیم با یک ویدیوی باحال خنده داره انرژی مثبت دیگه. امروز واسه تون سوتی های برنامه تلویزیونی آوردم که طبق معمول قرار هم دیگه بخندیم. آقا هر چی که شما دوست داشته باشین رو من میسازم. حتما تو کامنت ها بنویسین از چه ویدیوهای خوشتون میاد. امیدوارم که با این ویدیو حال کنین. خیلی مطرحتون نمیکنم، لایکتون نره. بزنیم بریم سراغ ویدیو. خدایا به امید تو. خیلی دوست دارم الان باهات باشم، یه جا بهت بگم دوست دارم، بگی چقدر به جا دوست دارم. چه فهمیدین کدوم آهنگه؟ مثلا روزوم کنه بوم بوم کنه قلبت، مثلا داره اونو میخونه. وای یواشکی همش نگام کنی وقتی میپوشم لباسمو، بگی کجا مثلا روزوم کنی بوم بوم. روزوم کنی بوم بوم. حامد آهنگی اون گوشه پاره شده از خنده. کنه قدم مثلا هیلش کنی، را کج کنی، قلبم شعارو تو روشنی کنی، هر شب مثلا بارون بشه، چتر رو با نشون بشه. چرا انشای مگه؟ به من چی کار داری میکنی؟ چرا از این مصرع میریزی تو اون مصرع؟ از اون بیت میریزی تو اون بیت؟ چرا استوب نداره آهنگ؟ راست میگه. چرا وسطش وای نمیسته؟ بچه‌ها نزنید. این فرصت هر 100 سال یه بار دست میده. نزنید، بذارید بشنویم. گفتم این آهنگ خط قرمز من آقا سهراب. خیلی دوست دارم الان باهات باشم یه جا. اونجا یه مکس بده. بقیه تا آخر همینو برو. خدای با امید تو. یه دست بزنید آقا سهراب. آقا سهراب فکر کنم تا حالا تو زندگیش نخونده بنده خدا. چرا با آقا سهراب این کارو میکنین آخه؟ برو. خیلی دوست دارم الان، خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم الان. وای باهات باشم، یه جا بهت بگم دوست دارم، بگی چقدر به جا دوست دارم. یواشکی همش نگام کنی وقتی میپوشم لباسمو، بگی کجا مثلا روم زوم کنی بوم بوم. مثلا روم زوم کنی بوم بوم. آقا سهراب خیلی فانه بچه ها. قلبم مثلا هیلش کنی، را خودش خندش گرفته. کش کنی، از من مثلا شعارم. آقا سهراب میکشم به در نگاه. میگه خیلی دوست دارم بهت بگم، بعد میگه یه جا بهت بگم. من که گفتم یه جا مال اونه. حالا اونو رد. مثلا روم زوم کنی بوم بوم کنه قلبم. همینو برو. به خدا اگه بتونه. مثلا روزوم کنه مثلا روزوم کنه. مثلا روزوم کنی بوم بوم. آقا تو رو مثلا روم یعنی اینجوری. مثلا روم زوم کنی بوم بوم کن. نگاش میکنه این از عشق قلبش بوم بوم میکنه. برو. مثلا روم زوم کنی بوم بوم کنه قلبم. مثلا روم زوم کنی بوم بوم کنه قلبم. آقا سهراب عالی بود. حق داره آقا سهراب. خب آهنگ امروزیه. خدا نمیتونم، منم آدمم. خیلی خوب بود. این برنامه اسمش چیه بچه ها؟ یکی دیگه هم داریم تو همین برنامه. یا ابوالفضل. بریم بعدی رو ببینیم. یا خدا. آشانو باستا به خدا. اولش که زنه داره تو میاد میگه یا خدا، الان میاد تون. فهمیدیم شجاعی. باستا برید جلو، مستقیم برید سمت آقا. به افتخار حاج خانم دست بزنید. حاج خانم چرا ترمز نداری؟ واسه شروع نشده هنوز.
باش خانم رو باید با آقا سهراب آشنا کنیم بچه ها، خیلی به هم میاد. باشه همینجا تو رو خدا هیچ کاری نکن. یه خورده برو سمت راسته، یه خورده برو سمت راسته، همینجا بمون. دیدی راستو رفت با شمارش ما. این یعنی چی؟ ای خدا. یا حیوان خوردنی هر چی داخل این ظرف هاست تو تشخیص بدی. مار، گرگ، خرس، عقرب، همه چی تو کوه دیدم. خیلی خوب باشه. الان همه رو بغل کردی، صبر کن. حاج خانم یه دونه میشماریم، فقط سریع باش که یه دقیقه. آره حاج خانم خیلی عجله داره بچه‌ها. بیام اینجا. بودو باری کرد. خمیر بازیه. چیه؟ خمیر نه بازی. پوش کن. بوی نعنا میده. پس چی میتونه باشه؟ بوی نعنا میده. دهنمونو اکالیپتوسی، نعنای آدامسی، مثل خمیر دندونی. حاج خانم زرنگه بچه‌ها. اونو دیگه ولش کن. من اینو میخوام، خندنی گرونه. بیا. میخواد خمیر دندون اینه ژل ماننده. بیا درسته، بیا ولش کن. این یه خود میگه بیا ولش کن. ترسم من معذرت میخوام. نمیترسم من. گرفت حالا سوس موسکه 20 ثانیه زمان داری. این چیه؟ ولود انگاری. آفرین یه دونه مونده حاج خانم. به خودیه بگو. این چیز ما دریا بس عروس دریایی. نه باریکلا. حاج خانم چشمندتو بردار. دست کثیف میشه. حیف خب. چقدر مهربونه حاج خانم. بعد آب باید مصرف بشه، شسته بشه. من موزیستیم. باریکلا به شما. چقدر خوب بودن. این برنامه خیلی بالا. اسمش چیه بچه؟ حتما اسمشو بگین تو کامنت ها. و شر مسلمانان رو از سر دشمنان انشالله رفع کنه. چی شد؟ خیلی سوتی بدیه نه؟ تو برنامه زنده خیلی سخته بخوای یه چیز دیگه از این سوتی بدی. الینا اینکه بابا راننده تاکسی پیش دوستات ناراحتت نمیکنه؟ یعنی چی؟ بچه‌ها این واقعی بود؟ یعنی چی؟ نه خب اینم یه شغل دیگه. مگه همه شغل باید مثلا دکتر و مهندس و اینا باشه؟ درود به شرفت، درود به شعورت. چقدر که آدم میتونه سنگدل باشه که این حرفو بزنه. بعد مگه کار آره؟ چه مشکلی داره؟ چقدر حس ناراحتی تو چشای دختری دیدم. واقعا اگه این حرفو موجیه به من میزد بلند میشدم میرفتم. ولی دمش کم خوب جوابشو داد. واقعا شعور یه آدم میرسونه این فکر و این طرز تفکر. آدمایی که بقیه رو بر اساس اون شغلی که دارن طبقه بندی میکنه به نظرم آدمای درستی نیستن. یعنی نگاه تو اینه به دوستات همه میدونن بابا راننده تاکسیه. یه جور میگه دوستات میدونن همه راننده تاکسی، انگار باباش دزد قاچاقچی چیزیه. چه اینجوری میگه؟ خیلی عجیبه واسم. بله به همشون گفتم و خوشحالم هستم. دمت گرم. خوبه. خیلی مسخره بود. اعصابم خورد شد. یعنی چی؟ دوستاتم میدونن. So, are we ready to take a call? Mm-hmm. Okay. Are you ready to take a call? I think I am. Are you okay? Oh, I'm sorry. بودکیلو زد تو برنامه. Let's put you over to Justin from Madisonville, Kentucky. I'm sorry, Justin? چقدر باحال میخنده. وای. آقا این منم، به خدا این منم. My question is about spam. قرمز شد. چقدر با جنبه. ارتباطمون با مشهد رضا برقرار است. خدمت برنامه زنده است یا ابوالفضل. دوست و همکار عزیزم علی جباری سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم. ان شاءالله عید بر شما مبارک باشه. بچه هنوز نفهمیده دوربین روشه. آقای جباری عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. هر دل بر آستان نگاه تو سر زده، از خانه‌ات نرفته و در مستمر زده. تا کار دارن میکنن. واقعی؟ برو پدرشون نخواستم بابا. اصلا خدمت. وای چقدر بد.
قشنگ معلومه بعد این اجرا داستاندار شده این مرده. درستم خدمت شما که این اتفاقات پیش میاد بالاخره. بله. با برجام یا بدون برجام برای هر شرایطی آماده ایم. هشدار رئیس جمهور به ناقضان عهد: در کمتر از یک هفته پیشمون میشید. پشیمون میشید. عذرخواهی میکنم. طرز نوشتنش تقریبا یکیه. بنده خدا. ای که پیش رو هست، هوا بارونیه، مه هست، سرده، از رخت خواب بزن بیرون و از این هوا لذت ببر، وگرنه ظرف یه هفته پیشمون میشی، پشیمون میشی. این یه هفته. خب الان بنده خدا یه سوتی داد، تو باید سوتی کش بدی. این ویدیو رو لایک کن، نه پیشمون میشینید، پشیمون میشی. خدا رو شکر الان همه با جنبه شدن. آنکارا پیشنهاد واشنگتن درباره خرید پاتریوت به جای S-400 روسیه را رد کرد. آمریکا چند روز پیش رسما به ترکیه فروش این سامانه موشکی را به ارزش 3.5 میلیارد دلار. خیلی سوتی عجیبی نبود. فکر کنم خیلی پیش بیاد تو برنامه زنده. بریم بعدی. میشه یه پاس رو ببینون دریوسی و توی دروازه فکر مهاجم آرژانتینی زنی دروازه رو باز. بچه‌ها توی صدا و سیما ایران این همه بوس کردن چجوری گذاشتن؟ چه جالب. ببین فکر مهاجم آرژانتینی زنی دروازه رو باز میکنه تا هواداران تیم زنیت هم چیز بدی نبود. زن و شوهرن خوشحال شدن واسه گلمو بوس کردن. بنده خدا شده. معاون بهداشت وزیر بهداشت با هشدار در مورد واکسن نزدن 18% مردم گفته 90% مرگ و میرها به علت واکسیناسیون میباشد. 90% مرگ و میرها به خاطر واکسیناسیونه. بچه کیا واکسن زدن؟ من که خودم واکسن نزدم ولی باید برم بزنم. هر کدوم از این بزرگواران دو ترک دارن. آقای محمد علیزاده خاطرات تخت، زندگی شهر حسود. خاطرات تخت؟ بچه‌ها این آهنگ محمد علیزاده رو واسه بفرستیم دانلود کن. کلا سوتی نمک برنامه است. یعنی شما فکر کن توی برنامه‌اش سوتی نباشه، اون برنامه بی نمک نیست. اون برنامه رو میشه دید. نه، سوتی نمک برنامه است. اگر سوتی باحال و جدید پیدا کردین، آیدی اینستاگرام این بالا واسهتون میذارم، توی دایرکت حتما واسم بفرستین تا بریم پارت بعدی. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین. آقا لایکتون نرید، خودتون میدونید که لایک چقدر کمک میکنه که ویدیومون بیشتر دیده بشه. اگر هنوز سابسکرایب نکردین خیلی خوشحال میشم که سابسکرایب کنید، به خاطر اینکه فقط به خاطر نگاه‌های شماست که ما یوتیوبرها هستیم. سعی می‌کنیم ویدیو فان و بهتری واسهتون بسازیم. امیدوارم تو ویدیو بعدی همدیگه رو ببینیم. فعلا تا ویدیو بعدی، خدا